سلام و ادب دارم خدمت تک تک دانش آموزان ایران زمین. امیدوارم که هر جایی از این سرزمین هستی حال دلتون خوب باشه. امروز یکی از مشکل ترین مباحث فصل 2 ریاضی ششم ما میخوایم با هم کار کنیم. آفرین. تقسیم کسر در کسر به روش شکل. مثال 3/4 تقسیم بر 2/3 را میخوایم به روش شکل انجام بدیم. گفتیم تو تقسیم اول عامل اولی را نشون میدم، یعنی چندم رو نشون میدم. آفرین، 3/4 رو نشون میدم. پس اول باید 3/4 رو نشون بدیم. میخوام بگم که بچه ها این 3/4 مشخص شد. میخوام بگم که این 3/4 من چند تا 2/3 میتونم تقسیم کنم، یا تو 3/4 چند تا 2/3 هست. خب میدم که روی این شکل چیزی 2/3 نمیتونم درارم. پس حالا باید شکلمو به صورت افقی به 3 قسمت تقسیم کنم نسبت به مخرج کسر دوم. آفرین. خب حالا بچه ها 2/3 من چند تا مربع داره کلا؟ با هم میشماریم. 2/3 من 1 2 3 4. 1/3 من 4 تا مربع داشت. 5 6 7 8. پس 2/3 من شد چند تا مربع؟ آفرین، شد 8 تا مربع. پس ما فهمیدیم که هر 2/3 8 تا مربع است. حالا میام تو 3/4 8 تا مربع 8 تا مربع جدا میکنم. خب 1 2 3 4 5 6 7 8. این یه بسته 8 تایی. بچه ها بازم میتونم 8 تایی سوا کنم؟ نه خیر، یه بسته 8 تایی. چند تا مربع اضافه اومد که نرفتون بسته 8 تایی؟ آفرین، یکی اضافه اومد. خب بچه ها چند تا داشتم دسته بندی میکردم؟ 8 تا 8 تا. آفرین. پس یه 8 تایی درست شد، یه بسته 8 تایی درست شد، یه مربع اضافه اومد که نوشتیم صورت. این یه مربع از چند تا مربع اضافه اومده بود؟ آفرین، از اون 8 تا مربع، چون داشتم 8 تا 8 تا جدا میکردم. پیروز و موفق باشید.